با همین پا میری سرقت؟ با همین پا؟ تصادف کردم. تصادف کردی در این فرار؟ نه ماشین. بله دیگه. نه چند تا سابقه داری؟ من هیچ ندارم. این نداری. سارق منزل هم هستی؟ ها؟ نه. سرباندتون کیه؟ اساتیه فکر کنم اساتید شیرمر همون بعدش خالکوبیه. بیا آقا ببینم. برو آقا. برو آقا. برو آقا. چند سالته؟ من متولد 87. چرا سرقت میکنی 87؟ رفیقی؟ بشمالی. بچه محلی. چند سالته؟ 32. خجالت نکشی که این جوون بدبخت خام کردی. حالا چه اتفاقی دی افتاده بماند. ای جونورید معلومه آدم رزل و کثیفی است، نجسترین آدم روی زمینی. حالا بی دلیل نیست اینو وردی جز باند خودت. حالا چه جنایتی هم برای وارد کردی خدا میتونه. بعد یه بچه زبون بسته رو میاری جز باند خودت که چی مثلا اینو اجیر. آیه این اجیر شده اینا. صد همینه. یه جنایتکاریه که لنگه نداره. سابقه داره جانیه. اصلا مشخص اینو برای چی بود. بله. نردشون لاغره از راه نردم میبره. بله. بعد بذار تو کاری که انجام میده. یه همه فن حریفه. این آخرین سقطا شما کشف کنید اموالشون. بیش از چند قلمن؟ 148 قلم اصلا. چند تا سابقه داری؟ سابقه اول. سابقه اولته؟ آقای سابقه اولشه؟ 4 فقره. 4 فقره سامانه داری با. 4 فقره سابقه سرقت داری. پیش شما هر فقری هم در دک. بچه همین منطقه ای؟ بچه منطقه هموری. بله. مجردی؟ مجردم. الان چه احساسی داری؟ اشتباه کردم. اشتباه آخرت نیست. دوباره میای. دوباره این سری جدید اینو اینطور نیارید. دیگه نمیام. این سری جدید اینا رو سالم نیارید به خدا. اینا ظلم به انسانیت دارید میکنید.